کارپوراسیون 19 راه آهنسازی چین در تاجیکستان نقب دوم راه آهنی وحدت یاوان را سوراخ کرده است. در وزارت نقلیات تاجیکستان روز 28 دکبر با تصدیق این خبر به آزادی گفتند شرکت چینایی کارپوراسیون 19 راه آهنسازی از 3 نقب خط راه آهنی وحدت یاوان 2 تای آن را سوراخ نموده 73% تونل سوم را نیز سوراخ کرده است. سوراخ کردن کار پرخود که تموم شده کل بیتونکاری و همه رفتی داد سیمش 73% شده. حالا ما در یکی از قطعه‌های راه آهنی وحدت یاوان قرار داریم که در صورت ساخته به اتمام رسانیدنش منطقه ختلان با مرکز تاجیکستان شهر دوشنبه طریق راه آهن پیوست خواهد شد. تاجیکستان به ساختمان این راه سال 2009 پس از تخریب شدن قطعه راه آهنی غلبه اموزنگ ختلان شروع کرد. پس از تخریب این راه از سوی مقامات ازبکستان ولایت ختلان از یگانه خط راه آهن محروم شد. از این جهت ساختمان راه آهنی وحدت یاوان را متخصصان الترناتیو اموزنگ نام برده میگویند در مسیر دوشنبه قرغان تپه برای رشد اقتصادیات تاجیکستان و کاهش نرخ و نوا دارای اهمیت زیاد است. مسئولان ختلان زیان اقتصادی ولایت را از نبود راه آهن تنها در نیم سال اول تخریب قطعه راه غلبه اموزنگ بیش از 45 میلیون دلار برشمرده بودند. با دستور حکومت تاجیکستان اداره راه آهن هنوز سال 2009 با ساختمان راه آهنی وحدت یاوان شروع کرده بود، اما کشور به تنهایی در ساختمان 3 نقب در این قطعه راه مشکل میکشید. این است که دولت تاجیکستان اول سال روان از اکسیم بانک چین به خاطر انجام ساختمان قطعه راه آهنی وحدت یاوان 68 میلیون دلار قرض امتیازناک دریافت کرد. پیمانکار این طرح نیز شرکت کارپوراسیون 19 ساختمان راه آهنی چین انتخاب کرده شد. ارزش ساختمان راه آهنی وحدت یاوان 800 میلیون سومانی را تشکیل می کند. این راه که بیش از 40 کیلومتر طول دارد قسماً با سرمایه چین و باقی مانده با پول بودجه کشور قرار است تا ماه آگوست سال 2016 ساخته به استفاده داده شود.